من فقط چون یک بیننده پیام داده بود امروز که شما چرا در هفته گذشته، هفته قبل از اون گفتید که دیگه جواب این صیغه زادایی که تو شبکه زلالت هستن، تو شبکه ناصر مکارم شیرازی، این یهودی زاده ولد الزنا، چرا جواب اینها رو گفتید دیگه نمیدید؟ ببینید، اگر بحث علمی و منطقی باشه، آدم دوست داره که علمی منطقی بحث بکنه، اونا پاسخ بدن، ما پاسخ بدیم. اما وقتی که بیان مثل به قول خود استادشون قزوینی، مثل زنای فاحشه بیان فقط فحش بدن و دروغ بگن و تلبیس بکنن، دیگه جایی برای پاسخ دادن وجود داره. من در برنامه امشب فقط میخوام ثابت بکنم که اینها دروغ میگن، تلبیس میکنن، خیانت میکنن و روش جدیدی رو گرفتن که توی برنامه مثلا یک مورد بیننده تماس گرفت، افراد خودشون بود، در مورد تفسیر معارف القرآن گفت که من در ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله ثابت میکنم روایتی از حضرت علی که توسل کنید به من، و تحدی ما هم امین بود و در همون برنامه هم صحبت کردیم. اگر احمد جان این کلیپ رو صدا و تصویرش رو داشته باشی. سلامت باشید. همین احمد آقایی که لحظات پیش هی داشت سیاه‌نمایی میکرد، برادر گرامی یک لحظه تشریف داشته باشید رو خط. آقایی که شما رنگتون تغییر کرده، فلان کرده، این کرده. همین آقا من تحدی میکنم که بیاره از کتاب معارف القرآن یک روایت از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در زیر آیه وابتغوا الیه الوسیله که گفته باشه وسیله جایز است. اینها حالا طرف شیعه است، میخواد از کتب اهل سنت اعتقاد خودش رو ثابت بکنه. بله، این تحدی بود که ما کردیم در اون برنامه. چون افراد خودشونن، جز همون 200 تا کارشناسی که در اونجا لاف میزنه قزوینی، اومدن یک برنامه کامل گذاشتن در این مورد، خواستن که به این جواب بدن. اولا که تو برنامه تحدی ما رو پخش کردن و بعد از اون رفت از زیر آیه دیگری در سوره نساء، رفت از اونجا در قضیه استغفار رو رفت دلیل آورد، در حالی که تحدی ما این بود که در زیر آیه وابتغوا الیه الوسیله. بعد از اون تو همون برنامه دروغ هایی که این آقا گفت، این صیغه زاده‌ای که به اصطلاح تو این شبکه یهودی زاده ولد الزنا برنامه داره، من بعضی از دروغ های این آخوند رو خدمت شما عزیزان که ارزش بحث علمی کردن نداره، به خاطر همین ما گفتیم که دیگه به این برنامه ها توجه نمی کنیم و جواب اینها رو نمیدیم، چون که جوابی برای اینها نیست غیر از دروغ و توهین و تلبیس و خیانت، چیز دیگری ندارن. من فقط قسمت هایی از این کلیپ رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم. اولا که ما یک روایتی رو آوردن در همون برنامه اول، روایتی رو از احمد جانی نشون بده، روایتی رو از زراره آوردن که کسی که به قبر امام رضا بره که در سرزمین خراسان است، ما اینو گفتیم که در معجم الرجال خویی گفته که این روایت یا سندش اصل نداره یا خود متنش اصل نداره. در هر صورت این روایت یک روایت باطل و دروغی است که اینا بهش استناد کردن، اما کلا در اینجا خفه خون گرفت و اصلا صداش در نیومد، هیچ صحبتی هم نکرد در این مورد، این دروغی که گفته بود. مجموع فتاوای شیخ الامثال ابن تیمیه. بله، اینجا میخواد یک روایتی رو بیاره از کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، توهینش هم که میگه شیخ الامثال. این روش این هاست، این اخلاقی که تو حوزه علمی قم به اینا یاد دادن، از این آخوندهای بشکه‌ای بیشتر از این هم نباید توقع داشت. بر صورت خوب دقت بکنید که در این کلیپ چی میگه. خدمتتون عرض کنم با تحقیق آقای عبدالرحمن بن محمد قاسم که به دستور خائن الحرمین شریفین ملک فهد هم چاپ شده در عربستان سعودی، مجلد اول، صفحه شماره 140. خب این
خدمتتون از کنم ازش سوال شده هل یجوز التوسل بالنبی صلی الله علیه و آله ام لا، آیا جایز هست توسل به پیغمبر یا جایز نیست؟ البته خب این در اینجا هست، من از یک آدرس دیگه این روایت رو بخونم. دوستان عزیز ببینید این صیغه زاده خبیث مطلب رو میاره، شیخ الاسلام ابن تیمیه و جلد فلان و صفحه فلان مطلب رو باز میکنه، میخونه میبینه اینجا که مطلب برخلاف مراد ایشون هست، میگه آلا اینو همینجور داشته باشید آدرس ما میریم توی کتاب دیگه. خب یک بار دیگه دقت بکنید. هستن اینا میان به این آیات استدلال میکنه. من یک قبر پرست پیر پرست مشرک کافر پلید رو معرفی میکنم که به همین آیات استدلال میکنه برای جواز توسل به پیامبر، به شخص پیامبر، به ذات پیامبر و به دعای پیامبر. مجموع فتاوای شیخ الامثال ابن تیمیه که خدمتتون عرض کنم با تحقیق آقای عبدالرحمن بن محمد قاسم که به دستور خائن الحرمین شریفین ملک فهد هم چاپ شده در عربستان سعودی، مجلد اول، صفحه شماره 140. خب این خدمتتون عرض کنم ازش سوال شده هل یجوز التوسل بالنبی صلی الله علیه و آله ام لا، آیا جایز هست توسل به پیغمبر یا جایز نیست؟ البته خب بله، البته خب اینجا جواب بر اساس اون هوا و هوس این صیغه زاده قوم نیست. در جواب چی است؟ از خود صفحه تلویزیون خودشون براتون میخونم. فعجب الحمدلله اما التوسل بالایمان به، سوال این است که هل یجوز التوسل بالنبی صلی الله علیه و سلم ام لا، آیا جایز است که توسل بکنیم به پیامبر صلی الله علیه و سلم یا نه؟ الحمدلله جواب شیخ الاسلام است اما توسل بالایمان به، اما توسل به ایمان به او و محبته و طاعته و محبت رسول الله و اطاعت از رسول الله و الصلاة و السلام علیه و درود و سلام فرستادن به پیامبر و به دعایه و شفاعته و به دعای پیامبر و شفاعت پیامبر. دعای پیامبر در حق امتش، دعای پیامبر در حق تک تک ما، دعای پیامبر در حق اصحابش، این چیزی است که در نزد الله سبحانه و تعالی بدون چون و چرا قبول میشه. و شفاعته و این که مثلا ما بگیم بارالله شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو نصیب ما بگردن، این یک نوع توسل به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخر زمان و نحو ذالک و مانند اینها مما هو من افعاله و افعال العباد المأمور بها فی حقه، و از افعالش یا افعال بندگانی که مأمور شدن در حقه. فهو مشروع به اتفاق المسلمین، این جائز است به اتفاق مسلمین. و کان الصحابه رضی الله عنهم یتوسلون به فی حیاتی، صحابه به پیامبر متوسل می شدن به دعای پیامبر در زندگیشون. و توسلوا بعد موتی بالعباس عمه کما کان یتوسلون به، و بعد از مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم به عموی ایشان عباس متوسل می شدن کما کان یتوسلون به، چون که در روایتی هم داریم که سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم متوسل شد برای اینکه دعا بکنن که باران نازل بشه. دقیقاً همون اعتقادی است که ما داریم، همون اعتقادی است که اکثر مسلمان ها دارن، موحدین همین اعتقاد رو دارن و میاد اینجا. خب حالا این رو شما داشته باشید، ادامه رو نگاه کنید، خیلی جالب است. این خدمتتون عرض کنم ازش سوال شده هل یجوز التوسل بالنبی صلی الله علیه و آله ام لا، آیا جایز هست توسل به پیغمبر یا جایز نیست؟ البته خب این در اینجا هست، من از یک آدرس دیگه این روایت رو بخونم، آدرس از یک کتاب دیگه که هم نظر ایشون رو جمع کرده، هم نظر احمد رو جمع کرده و هم خودش نظر داده. در کتاب خدمتتون عرض کنم الانصاف آقای مرداوی، حالا اونا رو آدرساشون دوستان داشته باشن، بله، حالا اونا رو آدرساشو دوستان داشته باشن، جلد فلان صفحه فلان، جلد فلان صفحه فلان، روشه. حالا اصلا شروع کرده مثل به قول استادش قزوینی که مثل زنای فاحشه شروع کردن به اینکه به دروغ بگن دیگه، همینطور آدرس بدن و دروغ تهمت به ابن تیمیه تهمت ببندن، به این به هر کسی که اومد، به ما، به شبکه ها، چون دیگه به حد افلاس رسیدن، دیگه هیچی برای گفتن ندارن.
نگاه کنید آدرس بعدیش از این بدتره. فتاوای ابن تیمیه با این چاپ جلد اول کتاب الالوهیه صفحه 107 و این مطلبی که آقای مرداوی نقل میکنه دقیقا همین کلمات آقای ابن تیمیه و بعد استدلال به آیه قرآن کریم. الانصاف معرفت الراجح من الخلاف علی مذهب امام احمد ابن حنبل، نویسنده های مرداوی سعدی حنبلی، متوفی 885، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، جلد شماره 2 صفحه شماره 430 صفحه 430 کتاب الصلات. بعد آخر کتاب الصلات چند تا فایده نقل میکنه، فایده اول، دوم، فایده سوم. جایز است توسل به شخص صالح علی الصحیح من المذهب، طبق نظر صحیح مذهب حنبلی توسل به شخص صالح جایز است. و قیل یستحب، بعضی از علمای حنبلی هم گفتن مستحبه، کفر و شرک و اینا که نیست، مستحبه. میگه امام احمد ابن حنبل به رفیقش آقای مروزی گفته است که یتوسل بالنبی فی دعائه. این البته داستانش مفصل است، من اون زمان توضیح دادم که آقای احمد ابن حنبل رفیق داشت به نام آقای مروزی، یک کتاب مناسک حج نوشت برای آقای مروزی که حج که رفتی چه کارهایی انجام بده. از جمله در این کتاب مناسک خودش که البته ابن تیمیه هم اونو نقل کرده، بقیه هم نقل کردن، که وقتی رفته سراغ قبر پیغمبر به قبر پیغمبر متوسل بشو و توسل به قبر پیغمبر جایز هست. یا توسل بالنبی فی دعایی، خب دعای پیغمبر بعد از مرگش چجوری ممکن هست بعدم بهش توسل کنه؟ مگر اینکه بره پیش پیغمبر، از پیغمبر درخواست کنه، پیغمبر بشنوه و بعد پیغمبر بتونه از خداوند بخواد برای ما و خداوند هم اجابت کنه. این همین میشه دیگه، هم توسل هم استغاثه. و میگه در کتاب مستوعب و دیگران به این جزم فی به فی المستوعب و غیره. و جعله شیخ تقی الدین که مسئله الیمین به، میگه آقای شیخ تقی الدین ابن تیمیه داستان قضیه توسل به پیغمبر رو مثل قضیه قسم خوردن به پیغمبر قرار داده. و قال، یعنی ابن تیمیه گفته همون حرفایی که اونجا خدمتتون نشون دادم، و توسل بالایمان به و طاعته و محبته و الصلاه و السلام علیه و به دعائه و شفاعته. ایناش مهمه، حالا بقیهش که عمل صالح همه قبول دارن. توسل به دعای پیغمبر و شفاعت پیغمبر و نحوه مما هو من فعله او افعال عباد المأمور بها فی حقه مشروع اجماعا، مشروع است اجماعا. چرا مشروع است؟ و هو من الوسیله المأمور بها فی قوله تعالی اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ببینید میگه این توسل به دعای پیغمبر، توسل به شفاعت پیغمبر، این خیلی واضحه. توسل به دعای پیغمبر، الان که دیگه پیغمبر به قول اینها زنده نیست که ما بریم پیش بگیم دعا کنه، پیغمبر از دنیا رفته. توسل به دعای پیغمبر الان چجوری مصداق پیدا میکنه؟ توسل به شفاعت پیغمبر الان چجوری میتونه مصداق پیدا کنه؟ ما بریم پیش پیغمبر بگیم یا رسول الله اشفع لنا عند الله، بریم پیش پیغمبر بگیم یا رسول الله دعا کن که خداوند به ما یک بچه صالح بده، دعا کن که خداوند ما رو بله، این دقیقاً همون توسل شرکی و کفری است که این آقا داره در اینجا یک صفحه از مجموع فتاوا نشون داد، یک صفحه از الانصاف نشون داد و خلاصه اینا رو با هم یه شلغم شوربایی درست کرد. الان داره به خورد بینندگان میده که توجیه بکنه شرک و کفری رو که در مذهب شیعه اینا بهش اعتقاد دارن، در حالی که در همون صفحه ابن تیمیه رحمت الله علیه و خود امام احمد و بقیه قضیه توسل به نبی صلی الله علیه و سلم، توسل به ایمان به پیامبر، اطاعت از پیامبر، محبت به پیامبر، درود و سلام فرستادن به پیامبر و اینکه شفاعت پیامبر رو از الله سبحانه و تعالی بخوایم که در حق ما محقق بگردانه در روز قیامت، این از وسایل است که علمای امت اسلامی هیچ شک و شبهه‌ای در این ندارن و با هم متفق هستند. و همچنین اینکه دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق امتش مستجاب هست و ما از الله سبحانه و تعالی دعا بکنیم که پروردگارا دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد امتشون کردن ما رو مشمول این دعا بگردان و الله سبحانه و تعالی ما رو ببخشه. اما اینکه میان از این مسئله برای توسل شرکی و کفری خودشون که خواستن و استغاثه غیر الله سبحانه و تعالی هست از اون استناد میکنن، اونم در جواب
کلا 3 برنامه رفتن در مورد فقط همون یک بیننده‌ای که تماس گرفته بود در مورد در زیر آیه توسل و ابتغاء الیه الوسیله از معارف القرآن میخواست روایت رو از حضرت علی بیاره که وجود نداشت و اومدن در برنامه بعدی گفتن که بله ایشون یک حرف دیگری هم زده، تحدی کرده که در کل معارف القرآن اگر از روایتی از حضرت علی بیارید که گفته باشه که به من متوسل بشید. من هنوزم تکرار میکنم شما انقدر مفلس و بدبخت و بیچاره هستید که در کل معارف القرآن هم دوباره تکرار میکنم یک روایت از حضرت علی ندارید که گفته باشه بیایید ای شیعیان به من متوسل بشید، بیایید ای اهل سنت به من متوسل بشید. خیلی براتون متاسفم. شما فقط چیکار کردید؟ تحدی اول رو که مسخره بود جوابتون، تحدی زیر آیه و ابتغاء الوسیله بود، رفتید به جای دیگه در قضیه استغفار رو نشون دادید، مردم رو فریب دادید. بعد که ما اون رو پخش کردیم رفتید تحدی دیگری که نمیدونم در کل معارف القرآن، در کل معارف القرآن هم روایتی از حضرت علی ندارید که گفته باشه ما به ایشون متوسل بشیم. یک مطلب دیگری رو در اینجا ما فقط جهت این که دوستان اطلاع داشته باشن از خباثت اینها، بیننده‌ای در مورد تحریف قرآن و اینکه تکفیر میشه کسی که قائل به تحریف قرآن باشه سوال میکنه و شما جواب این آخوند و دروغش رو ببینید. بخونم که ایشون میگه به هر حال قائلین به تحریف قرآن تکفیر نمیشن. مجموع فتاوای آقای ابن تیمیه جلد شماره 12 صفحه شماره 263. ببینید میگه فإن السلف اخطأ كثير منهم فی کثیر من هذه المسائل. سلفی ها، سلف یعنی گذشتگان ما، بسیار اشتباه کردن در بسیاری از مسائل و چی و اتفقوا علی عدم تکفیر بذالک و همشون هم اتفاق دارن که کسی به خاطر این خطاها تکفیر نمیشه. بعد مثال میزنه مثل ما انکر بعض الصحابه ان یکون المیت یسمع نداء الحی، مثل اینکه بعضی صحابه منکر بودن که مرده صدای زنده رو نمیشنون. خب این خطا بود، این اشتباه بود، ولی به خاطر این خطا کسی تکفیر نمیشد. بعضیا چی تا در اینجا خیلی جالب است. در اینجا مثل ما انکر بعض الصحابه ان یکون میت یسمع نداء الحی، مثل که بعضی از صحابه انکار کردن اینکه مرده صدای زنده رو میشنوه و انکر بعضهم ان یکون المعراج یقظه. این اختلافاتی که در بین صحابه بودن. این مطلب آخرش خیلی جالب است. در بسیاری از مسائل و چی و اتفقوا علی عدم تکفیر بذالک و همشون هم اتفاق دارن که کسی به خاطر این خطاها تکفیر نمیشه. بعد مثال میزنه مثل ما انکر بعض الصحابه ان یکون المیت یسمع نداء الحی، مثل اینکه بعضی صحابه منکر بودن که مرده صدای زنده رو نمیشنون. خب این خطا بود، این اشتباه بود، ولی به خاطر این خطا کسی تکفیر نمیشد. بعضیا چی تا در صفحه بعد ایشون میاد توضیح میده، میگه بعضی از صحابه بودن که معوذتین رو جزء قرآن نمیدانستن. همون ابن مسعود، ابن عبدالله. بله، این صیغه زاده خبیث رو ببینید دوستان عزیز چطور در اینجا میاد. فاتفقوا علی عدم تکفیر بذالک و همشون هم اتفاق دارن که کسی به خاطر این خطاها تکفیر نمیشه. بعد مثال میزنه مثل ما انکر بعضی صحابه صدای زنده رو نمیشنون. خب این میاد توضیح میده، میگه بعضی از صحابه بودن که معوذتین رو جزء قرآن نمیدانستن. در اینجا میگه و بعضهم کان حذف المعوذتین، جزء قرآن نمیدونستنم. نمیدونم این صیغه زاده خودفروش خبیث از کجا آورده. ببینید اینطوری اینها دروغ میگن. خب ما الان چی رو بیایم جواب بدیم؟ اینجا میاد صفحه رو میاره جلوی دوربین، در اینجا گفته و بعضهم کان حذف المعوذتین. احمد جان زوم بکن در چیز. و این خبیث میگه بعضی از اینها معوذتین رو جزء قرآن نمیدونست. ابن مسعود رای صحابه معصوم نبودن، معوذتین رو جزء قرآن میدونست، وحی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم میدونست، اما چون این دو سوره برای رقیه رسول الله صلی الله علیه وسلم از جادو و سحری که برایشان رخ داده بود توسط اون یهودی نازل شده بود، میگفت که این فقط در شأن رسول الله صلی الله علیه وسلم و برای رقیه ایشون از اون جادو و سحر نازل شده و جزء مصحف نیست. بعد از اینکه بقیه صحابه انکار کردن نیامد که در مقابلشون وایسته.
اشتباه بود، عبدالله بن مسعود اشتباه کرد رضی الله تعالی عنهم اجمعین. در اینجا میگه که حذف میکرد از مصحفش، میگفت که این به اصطلاح جزء سوره هایی که باید در قرآن کریم خوانده بشه برای عموم مسلمانان است، این خاص برای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. این خبیث میاد در اینجا چی میگه؟ میگه که معوذتین رو جزء قرآن نمیدونست، در حالی که این مسئله در اینجا نیست. و این صیغه زاده این قسمت، این صیغه زاده خودفروش خبیث در اینجا دروغ میگه با وقاحت. حالا شما میخواید چی اینو من جواب بدم در اینجا؟ همون ابن مسعود، ابن عبدالله ابن مسعود طبق روایت صحیح. بله، این از این. کلیپ دیگری است واقعا خنده داره، یعنی من تعجب میکنم از حماقت اینها، از جهالت اینها. تماسی ما داشتیم از برادری به اسم آقای امینی. آقای امینی در تاریخ 2/2/2016 در برنامه آن رویسه که تماس گرفته بودن. من تماس ایشون رو قسمت‌هایش رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم. در 1:40. بله. این علمای دیگر این حدیث هم صحیح دونستن. عثمان ابن حنیف اگه اشتباه نکنم. دیدیم که امروز بیماری های گوناگون جنسی از ایدز گرفته تا بیماری های دیگه که در دنیا منتشر است. شما چی میدونید که این زنی که شما باهاش زنا میکنی شاید مبتلا به بیماری ایدز باشه و تو این بیماری رو منتقل میکنی به همسرت، از همسرت به فرزندانت. و چه بسیارن خانواده‌هایی که به وسیله همین لحظاتی شهوترانی تباه شدن. یعنی زنی مبتلا به ایدز شده، بعد فرزندانش همینطور، خانواده ها تباه شدن. اما از نگاه شرعی تا جایی که من میدونم هیچ اشکالی در نکاح همسر شرعی شما وارد نمیکنه. زنا کردن یک جرم جداگانه خاص خودش هست که الله سبحانه و تعالی مسلمانان و جوانان مسلمان رو حفظ بکنه از این آفت مهلک. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید. بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من امینی هستم از کردستان آقای انصاری. آقای امینی از کردستان، بفرمایید. آقای انصاری، حقیقتش من با یکی از علمامون صحبت می‌کردم چند روز پیش در باب توسل. ایشون به صحیح استدلال کردن که در اکثر کتب اهل سنت موجوده و حتی علماهای چون امام ذهبی و ابن کثیر و این علماهای دیگر این حدیث هم صحیح دونستن. عثمان ابن حنیف اگه اشتباه نکنم که متن روایت هم اینجوریه که مرد کوری نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درخواست کرد که در حق ایشون دعا کنه که چشماش بیناییشو به دست بیاره. گفتم شما یه همچین حدیثی رو قبول دارید هست؟ بله. این آقای امینی در مورد روایتی که مرد کوری اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت در ترمذی، طبرانی، بعضی کتب دیگر هم اومده و یک روایت دیگری است که در زمان عثمان همچین واقع افتاده که این من قبلا هم ذکر کردم این دروغ هست و این روایت ضعیف است. اما روایت اول که قضیه این مرد کور، این روایت در ترمذی اومده و ربطی به بخاری و مسلم نداره. این بخاری و مسلم رو که میگم اینجا اینو به یاد داشته باشید. این تماس آقای امینی است. در تقریبا ایشون حدود 20 دقیقه با من صحبت کرد. بعد از اون من بعد از پایان تماس ایشون صحبتی داشتم در مورد این قضیه. دقت بفرمایید به این صحبت. نمیشنون ولو این که حالا بشنون. ولو اینکه بله بشنون. ما در همین سوره فاطر آیه 13 رو خدمت شما عزیزان نشون میدیم. ببینید در این که بارها این آیه رو من بهش اشاره کردم، اینجاست در همین سوره فاطری که برادر عزیزمون اشاره کردن. در آیه 13 الله سبحانه و تعالی در مورد اینکه قدرت الله سبحانه و تعالی که شب و روز رو در هم یعنی شب و روز رو به وجود می آورد و خورشید و سخر الشمس
استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را. این روایت رو 20 نفر تصحیح کردن، خدا کنه 100 نفر تصحیح کرده باشن. وقتی که میان اکابری مثل طبرانی میان در اصل این قصه اصلا تن وارد میکنن که این قصه جلی و ساختگی و ضعیف است. حالا شما آنچه که هیچ شک و شبهه‌ای در صحتش نیست قرآن کریم رو قبول میکنید، یا یک روایتی رو که 100 نفر تصحیح کردن 100 نفر هم تضعیف کردن، یا بالفرض محال 100 نفر تصحیح کردن 1 نفر اومده تضعیف کرده. کلاً بحث تو اون برنامه، یعنی این قضیه حدود میشه گفت چیزی حدود 6 ماه قبل بوده. اینا رفتن این کلیپ رو از اینجا گرفتن چسبوندن به برنامه دیگری که در مورد موضوع دیگری هست و ببینید که چجور در اینجا دروغ میبنده این آخوند خبیث. من اینجا یادداشت کردم دقیقه‌ای که بله شما ببینید فقط که چطور اینها الان وقتی که کم آوردن دیگه حرفی برای گفتن ندارن شروع کردن به تلبیس مانند قزوین. بعدی رو هم با هم ببینیم. ذالکم الله ربکم، این است الله پروردگار شما. له الملک، پادشاهی از آن اوست. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی که غیر از الله میخوانید مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستند. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر شما اینها رو بخوانید صدای شما رو، دعای شما رو نمیشنون. ولو سمعوا، حالا بالفرض محال اگر شنیدن، ما استجابوا لکم، نمیتونن شما رو اجابت بکنن. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، بر روز قیامت به این شرکی که شما میخواید انجام بدید اینها کافر میشن، یعنی رد میکنن. ببینید الان ما این آیه رو برادرمون آقا مهدی اشاره کردن بهش، وقتی که اینو بیارید دلیل میارن پیامبر در روز بدر مردگان کفار در چاهای بدر افتاده بود، پیامبر صلی الله علیه و آله اونا رو مخاطب قرار داد. این یک مصیبتی هست که کسانی که در دلهایشان بیماری هست، بیماری شرک، همیشه به دنبال این مسائل میگردن. وقتی که با قرآن جوابش دادی میره تو روایت ها یک روایتی رو پیدا میکنه تا از این روایت بر اساس اون هوا و هوس خودش یک چیزی رو برداشت بکنه. خدای نکرده منظور من برادر عزیزمون آقای امینی و امثال ایشون نیستن، منتها انسان نباید وقتی در جایی که قول صریح الله سبحانه و تعالی هست و دلایل عقلی و نقلی و منطقی وجود داره به دنبال مسائل. آره شما میگید این حدیث رو، این روایت رو 20 نفر تصحیح کردن، خدا کنه 100 نفر تصحیح کرده باشن. وقتی که میان اکابری مثل طبرانی میان در اصل این قصه اصلا تن وارد میکنن که این یک قصه جلی و ساختگی و ضعیف است. حالا شما آنچه که هیچ شک و شبهه‌ای در صحتش نیست قرآن کریم رو قبول میکنید، یا یک روایتی رو که 100 نفر تصحیح کردن 100 نفر هم تضعیف کردن، یا بالفرض محال 100 نفر تصحیح کردن 1 نفر اومده تضعیف کرده. بسیار خوب دیگه. حالا ما از یک فردی که دزدی میکرده و نتونسته در شغلی مثل پارچه فروشی درآمد حلال کسب کنه و هیچ سوادی هم نداره، هیچ علمی نداره، همینها رو آقای ملازاده خب خبر دارن و گفتن بارها و به خودفروشی هم مشغول بوده. طبق قول آقای ملازاده میاد همچین استدلال‌های مخالف قرآن میکنه و میاد در ظاهر هم اتفاقا به قرآن استدلال میکنه. عجیب نیست. و استاد یزدانی بزرگوار البته یه ادعاهایی همشون کردن، حالا ظاهرا در مورد همین قصه چاه بدر بود، ظاهر کلامشون که اینطور بود که حالا مثلا طبرانی اومده و بله دیدید عزیزان که این قضیه با آقای امینی تماس ما در مورد قضیه کوری که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد و روایت ترمذی بود و هیچ ربطی به صحیح بخاری و چاهای بدر نداشت. من اونجا در سیاق کلام ذکر کردم که کسایی که میان مثلا بعد از اینکه دلایل قرآنی براش آوردیم میرن دنبال روایت ها و از روایت ها بر اساس هوا و هوس خودشون برداشت میکنن. حالا ببینید که این دروغگوهای خبیث، این زنازاده های یهودی زاده ببینید چطوری برداشت حالا قریب به جعل هست این داستانو. حتی اگر 20 نفرم تحصیل کرده باشن مهم نیست، قرآن مخالفت میکنه با این برات. حالا یک تکیه هم ایشون اشاره کرد که با عقل و اینها در تضاده. حالا در مورد این ادعایشون که با عقل مخالفت داره یک کلیپی هست در پایان برنامه امشب پخش خواهد شد، بسیار بسیار جالب هست، حتما اون رو ببینید. اما در مورد این ادعاهای سخیف در خدمت شما هستیم، ببینیم چه پاسخی خواهید داد. خدمتتون عرض کنم خیلی حرف قشنگی. اگر این روایت صحیح بخاری با قرآن در تضاد باشه
بله. ماضی استقبال میکنیم که شما روایتی در صحیح بخاری پیدا کنید که نه فقط صحیح بخاری، صحیح مسلم و تقریبا میگم تمامی 100% کتاب‌های روایی اهل سنتی که داستانی بدر رو نقل کردن این روایت رو هم آوردن. چه کتاب‌های تاریخیتون چه کتاب‌های رواییتون این داستان رو آوردن. آیا شما این رو میپذیرید که روایتی در صحیح بخاری باشه که کفر و شرک رو ثابت کنه و ثابت کنه که مثلا این عمل شرکه و کفر و پیغمبر انجام داده باشه؟ این رو اگر قبول کنید خب چیزی جالبی میشه، چیزی حرف جدیدی هست. تا حالا کسی از حداقل از میان اهل سنت یا حتی از بین وهابی ها پیدا نشده بگه آقا این روایتی که در صحیح بخاری نه یک جا چندین جا و در صحیح مسلم آمده این شرک و کفر رو ثابت میکنه و صریح مخالف آیه قرآن کریم. اینجا دیگه رفت رو صحیح بخاری و اصلا ما قضیه صحبتی که داشتیم با آقای امینی ربطی به صحیح بخاری و روایت چاه بدر نداشت، روایت چیز دیگری بود. اما این از طویله حوزه علمی قم که کسی خارج بشه دیگه بیشتر از این نمیشه ازش آدم توقع داشت. به هر صورت کل برنامه‌شون دیگه رفت رو همین قضیه، یک دروغی رو گفتن و بعد از اون رفت رو صحیح بخاری و که بله گویا ما ادعا کردیم که این روایت صحیح بخاری رو کسی قبول نداره و فلان از این حرفا. خیلی جالب است ببینید که استدلالای اینا رو بعضیاشون رو من همینطور مرور میکنیم بهش. اینجا مثلا روایتی رو میاره شاگرد آقای ابن تیمیه تفسیر القرآن عظیم آقای ابن کثیر متوفای 774 چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی. این میخواد همون آیه‌ای رو که من در اونجا ذکر کردم و کلیپشو پخش کردن میخواد همون رو رد بکنه. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. میخواد این عقیده توحید رو رد بکنه. بعد ببینید چه خیانت‌هایی میکنه در که خیلی چاپ شکیل و زیبایی هم هست از کتاب تفسیر القرآن العظیم، نویسنده ابن کثیر، متوفای 774 جلد 6 چاپ دارالطیبه، چاپ دوم چاپ 1420 صفحه 540 ذیل آیه 14 سوره مبارکه فاطر که در اینجا تشریح میکنه و توضیح میده. والذین تدعون من دونه، که همین اینا بهش استدلال میکنن، والذین تدعون من دونه ای من الانداد والاصنام التي هي على صورت من تزعمون من الملائکه المقربین. میگه اونهایی رو که شما میخوانید یا عبادت میکنید این مقصودش پیغمبر نیست، مقصودش صالحین نیستن، مقصودش شهدا نیستن، مقصودش پدر و مادرتون نیستن، بلکه مقصود اونهایی که میخوانید یعنی بت‌هایی رو که میخوانید. در اینجا دروغ میگه. این شاگرد یهودی زاده ولد الزنا داره دروغ میگه. در اینجا احمد جان زوم بکن روی این مسئله. والذین تدعون در تفسیر اومده والذین تدعون من دونه ای من الانداد والاصنام. یعنی من یک کمی عقب برگردم کسل صفحه‌ای که نشون داد ببینید که چطور دروغ میگه. ببینید اینجا صفحه مانیتور خودشونه. والذین تدعون من دونه، و کسانی که من دون الله میخوانید گفت که از اصنام، در حالی که اینجا ای من الانداد. انداد یعنی چی؟ کسانی رو که با الله سبحانه و تعالی ند یا شریک میگردانید. والاصنام و بتها التي هي على صورت من تزعمون من الملائکه المقربین، که ادعا میکردن که این بتهای اینها تصویری است از ملائکه مقرب درگاه الله سبحانه و تعالی. ما یملکون من قطمیر، مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستن. این خبیث، این شاگرد مکارم شیرازی یهودی زاده ولد زنا، به خاطر که فریب بده شیعیان رو بگه بله ما جواب دادیم به سخنان محمد انصاری برنامه آن روی سکه، اینم جوابمون، این آیه توحیدی رو پاسخ دادیم، به خاطر همین میاد اینجا کلمه انداد رو ترجمه نمیکنه، چون اگر کلمه انداد رو ترجمه بکنه دستش رو میشه، دروغگویی و خباثت و شرک و کفر اینها آشکار میشه. به خاطر همین این یهودی زاده ولد الزنا رو شاگردش میاد اینجا چیکار میکنه؟ انداد رو ترجمه میکنه. یک بار دیگه توجه بکنید. والذین تدعون من دونه ای من الانداد والاصنام
ای من الانداد والاصنام. خب خاک تو سر احمقت بکنم بی سواد. خب انداد ترجمه بکن. الان ببینید که چی ترجمه میکنه، میگه من الانداد والاصنام. ببینید که چی ترجمه میکنه. التي هي على صورت من تزعمون من الملائکه المقربین. میگه اونهایی رو که شما میخوانید یا عبادت میکنید، این مقصودش پیغمبر نیست، مقصودش صالحین نیستن، مقصودش شهدا نیستن، مقصودش پدر و مادرتون نیستن، بلکه مقصود اونهایی که میخوانید یعنی بت‌هایی رو که میخوانید، بت‌هایی رو که عبادت میکنید و این بت‌هایی رو که به چهره ملائکه مقربین ساخته اید، اینها ما خدمتتون عرض کنم اینها نمیتونن صدای شما رو بشنون. باز خدمتتون عرض کنم در صفحه 541 همین رو دوباره توضیح میده. ثم قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اونهایی رو هم که میخوانید اینها صدای شما رو نمیشنون. یعنی کیا؟ چه کسانی؟ الالهه التي تدعونها من دون الله لا يسمعون دعاءكم لانها جماد لا ارواح لها. ببینید صریح واضح میگه اونهایی رو که شما میخوانید صدای شما رو نمیشنون، یعنی اون خدایان ساختگی که خودتون ساخته اید، اونها رو اگر بخوانید اونها من دون الله هستن، صدای شما رو نمیشنون، خواندن شما رو نمیفهمن، متوجه نمیشن. چرا؟ چون اینها جماد هستن، سنگ هستن، چوب هستن، از آهن درست شدن، از این فلزات و از این چیزهایی که خودتون درست. اینا رو همه این حرفایی که میزنه فلزات هستن و سنگ هستن و چوب هستن و اینا هستن، اینا حرفای خودش هست، در متن اینجا نیست. هر چیزی که من دون الله پرستیده بشه کفر است، شرک است، هر چیزی که باشه، ولو اینکه یک انسان زنده باشه. من در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی در اینجا در سوره توبه تا آیه 31 الله سبحانه و تعالی در اینجا چی میگه؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اینها چی کار کردن؟ دانشمندان و رهبان علمای خودشون رو و همچنین مسیح پسر مریم رو معبودانی من دون الله به جای الله سبحانه و تعالی گرفتن، در حالی که دستور نداشتن جز الله یکتا رو که معبودی به حق جز اون نیست بپرستن. او پاک و منزه است از آنچه که شریک او قرار میدن. هر چیزی که من دون الله انسان از او چیزی رو بخواد، این عمل شرک است، کفر است، انسان از دایره اسلام خارج میکنه. دقیقاً همون کاری است که یهود و نصارا کردن. این خبیث در اینجا میاد، این شاگرد یهودی زاده ولد الزنا میاد در اینجا کلماتی را خودش اضافه میکنه و سیانمایی میکنه و انداد رو ترجمه نمیکنه در صفحه گذشته تا به مردم بگه که منظور این آیه بت‌های مشرکین هستن و ارغلتی که امروز قزوینی و این یهودی زادای ولد الزنا انجام میدن اینها مشروعیت داره، هیچ مشکلی نداره. چی میخواید بگید؟ به کجا اینو ما جواب بدیم؟ کجای این بحث علمی است که ما بخوایم بهش جواب بدیم؟ بریم یک کمی جلوتر که من مطلب جالب دیگری رو براتون نشون بدم. احمد جان صدا رو داشته باش. ما بگیم که مثلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگرم قدرت بده خدا به اینها و بتونه بشنون، ما استجابوا لكم ای لا یقدرون علی ما تطلبون منها، یعنی نمیتونن اون چیزی رو که ازشون خواستید اجابت کنن. به هر حال خیلی واضحه، خیلی روشنه که آقای ابن کثیر از این آیه میفهمه که درباره بت هاست. این بت خیلی واضحه، خیلی آشکاره. الله سبحانه و تعالی داره میبینه که تو خبیث زندیق داری دروغ میبندی. به جای این کار من مشوره میدم به حجت الاسلام یزدانی، به جایی که بیای اینطوری به الله و رسولش دروغ ببندی، من مثل اون آخوندتون که رفته بود ترکیه هم جنس باز، بری اونطور خودفروشی بکنی، فکر کنم برات خیلی بهتره. تن فروشی بکنی برات خیلی بهتره از این که به الله و رسولش تهمت ببندی.
ببینید که در ادامه چی دایتون میگه. سنگ چوب اینها صدای شما رو نمیشنون، اینها رو نخوانید. میخواد یک قاعده عقلی رو بگه به مشرکین قریش. جالب، خود ابن تیمیه حرانی در منهاج السنش که به حق منهاج البدع است، در جلد اول چاپ 1406 صفحه 46 دقیقاً همین آیه رو میاره و میگه مقصود از این آیه بت هاست. این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم هذا معنی الاصنام موجوده. خب این داره یک مطلبی زشت رو علیه حضرت صاحب الزمان علیه دروغ میگه. من تحدی میکنم که این خبیث بیاد یک صفحه کامل از منهاج السنه بخونه که در اینجا ابن تیمیه میگه منظور اینجا بت هاست. میگه یعنی واقعا باید یعنی شیطان بیاد پیش اینا درس خباثت و دروغگویی و تلبیس رو یاد بگیره. در اینجا ابن تیمیه در مورد خواستن غیر الله در نزد شیعه که امامانشون رو میخوان، از علی رضی الله تعالی عنه گرفته تا امام زمان معدومشون اونو میخوان، میاد اینو رد میکنه و خیلی واضح با دلایل عقلی و نقلی میاد رد میکنه این ادعای اینها رو. میاد در اینجا میگه بله در مجموع فتاوا در منهاج السنه هم ابن تیمیه گفته که اینجا منظور بت هاست، در حالی که در اینجا ابن تیمیه میاد میگه که منظور آیه همین است که شما این امامانتون من دون الله رو پرستش نکنید. من این قسمت رو از کتاب منهاج السنه، احمد جان اگر این کتاب رو نشون بدی اینجا امکانش هست. این کتاب منهاج السنه است از ابی العباس تقی الدین احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه در جلد اول و همین مطلب رو در اینجا میاد در مورد امام زمان صحبت میکنه و میگه که و من حماقاتهم ایضا، از حماقات روافض این است که اونا در مورد امام زمان اعتقاد دارن که اونا رو میبینه و فلان در سرداب است و سرداب در سامرا است و در اونجا غیبت کرده و در اونجا میان جمع میشن و خلاصه صداش میکنن و در شب و روز اونجا دعا میکنن که این امام زمان ظهور بکنه و خارج بشه. یا مولانا اخرج، یا مولانا اخرج، داد میزنن ای مولانا اخرج اخرج، بیدار بشو. سلام میارن و خلاصه میگن که با تو میجنگیم و فلان میکنیم و نماز براش میخونن و یک کفریات و شرکیات اینها رو داره در اینجا بیان میکنه. بعد از اون میگه که و من المعلوم انه لو کان موجودا قد امره الله بالخروج. میگه اگر این واقعا موجود بود، این گوساله سامری امام زمانی که بهش اعتقاد دارید اگر واقعا موجود بود خارج میشد. فانه یخرج سواء نادوه او لم نادوه، اگر که صداش بزنید یا صداش نزنید اگر موجود بود خارج میشد. بلکه میگه که این موجود نیست و بعد از انسان خیلی دائما من الادمین من ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میگه از انسان ها بعضی هستن که گمراه شدن سعی و تلاششون در زندگی دنیا و اونا فکر میکنن که عمل خوب دارن انجام میدن. و در اینجا بعد از اون چی میگه و الله سبحانه و تعالی قد آب فی کتابه من یدعو من لا یستجیب له دعاه فقال تعالی ذالکم الله ربکم، این از پروردگار شما، له الملک، پادشاهی از آن اوست، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی که من دون الله میخوانید یعنی مالک پوست نازک هسته خرم هم نیستن. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر اونا رو صدا بزنید دعای شما را نمیشنون. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر بشنون اجابت نمیکنن. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و روز قیامت به اصطلاح این شرک شما رو رد میکنن و کافر میشن به شرک شما. ولا ینبئک مثل خبیر، هیچ کس مثل الله خبیر و آگاه تو رو با خبر نمیکند. بعد چی میگه؟ نمیگه که این در مورد اصنام است، میگه هذا مع ان الاصنام موجوده. میگه این رو الله سبحانه و تعالی خطاب به مشرکین میگه در حالی که بت ها موجود است. و کان یکون فیها احیانا شیاطین تراء لهم و تخاطبهم، بعضی موقع شیاطین از داخل این بت‌ها صدا و آواز هم در می‌آوردن. و من خاطب معدوما كانت حالته اسوا من حال من خاطب موجودا و ان کان جمادا. میگه حالت این شیعیان رافضی که یک انسان معدوم که انسانی که اصلا وجود نداره رو صدا میکنن خیلی بدتر است از حالت کسانی که چیز موجود جماد رو صدا بکنه. فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله،
کسی که مهدی منتظری رو که ادعا میکنن امام زمان رو که اصلا خدا خلقش نکرده این رو صدا میکنه، کان ضلاله اعظم من ضلال هؤلاء، گمراهی اینایی که امروز امام زمان معدوم رو صدا میکنن خیلی بیشتر از اون کسانی است که اون بت‌ها رو صدا میکردن. و در این ادامه خیلی مفصل جواب میده در مورد کسانی که غیر الله رو میخوانن که فایده ای نداره خواندن اونها و مثلا امام معصوم باشه و با اونها چنان موالات و به اصطلاح معادات دارن مانند مشرکین که با آلههشون داشتن و اینا رو رکنی از ارکان ایمان دونستن و از این مسائل که اعتقاد دارن. ببینید که در اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه چه مطلبی رو بیان میکنه، چگونه رد میکنه اعتقادات اینها رو، و این آقا میاد برای شرک و کفر خودش دلیل میاره از منهاج السنه. حالا ما چی اینا رو بخوایم جواب بدیم؟ شما رو به خدا، یعنی بدبختی اینها، رذالت اینها به این اندازه رسیده، چی رو میخوایم جواب بدیم؟